برادر، یک سوال همین بود که از سال 2011 به همین فدراسیون روسیه آمده بودیم و در یک قشلاقش همین 2011 تا حاضر زندگی میکنیم. اویلا هم خیلی همینجا با همین چی گویم ارسا کن خیلی شناسو من رفتاری هم خیلی داریم. همین یک چیز پرسیدم میخوام که وقتی که همیانه آچه هاش باباهاش گذرد ما همیانه در همین مراسم دفنش اشتراک کرده میتوانیم یا نه؟ در مراسم دفنش که مثلا سخنهای دینی و عبادتهای دینی شو میشد اشتراک نکنید، لیکن تعزیه روید. تعزیه مشروع است. تعزیه این حقی مرده نیست. تعزیه این حقی زندگانی که خویشاوندان میت است. تعزیه مشروع است برای دلبرداری. وقتی که شما به تعزیه می روید به نزدیکان میت، این یک نوع خرسندی و یک نوع سبوکی میشد. دلبرداری میکنید که این دنیا همین است، ما از پیش الله تعالی آمدیم به نزد او باز میگردیم و این چیزی طبیعی است. امروز به سر این کس آمد فردا به سر من میبیاید. یعنی نوعی دلبرداری. وقتی که همین از درش در آمدید خودش این نوعی دلبرداری هست، تعزیه هست، این عبادت هست، این اجازت هست به غیر مسلمان ها هم. اما مثلا در مراسم جنازش که در آنجا شاید یک عمل دینی اجرا کرده شود، اشتراک نکردن بهتر است. این به سر قبرش رفتن، ولا تقم علی قبر، الله تعالی که بر بالای قبر غیر دین ها راست نیست. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، و در حق آنها دعای نیکم نکن ابدا، هیچگاه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و در حق امکشان دعای نیک کردن، استغفار میپرسیدن، حالا که در کفر وفات کردن، الله تعالی منع کرد. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. برای پیغمبر و برای آنهایی که ایمان آوردن اجازت نیست که در حق مشرک ها استغفار پرسن، گناهش را بخش خدا دعا کنن. در حق میتش دعا نمیکنید، اما به حق باقی مانده هاش صبر جمیل، سعادتمندی که دارای هدایت هست میکنید. وقتی که به یک انسان شما سعادتمندی آرزو کردید و تمنا کردید، خوشبخت باشید گفتید، و شما خوشبختی تمنا میکنم گفتید، البته بدون ایمان خوشبختی انسان خوشبخت نمیشه. یگان انسان در دنیا اگرچه تمام کنز دنیا در زیر پاش باشدم، اگر به الله تعالی ایمان نداشته باشد، به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نداشته باشد، خوشبخت نیست. در داخل قلب او پر از سیاهی، پر از غم، پر از غصه است. اون خودش میداند و الله تعالی میداند. بنابراین مردمی که مسلمان نیستن بسیارتر با نوشیدن مواد مخدر و مواد مدهوش کننده وقتهای خود را خوش میکنن، برای آنکه اگر هوشیار باشند غم و غصه ها را حس میکنن. بله، تعزیه مشروع است.